تا زمانی که ما اختلافات داخلی داشته باشیم سیاست خارجی موفقی هم نخواهیم داشت. باید اول مشکل خودمون رو داخل حل کنیم. قدم اول این که خودمون کوتاه میاییم و هم دعوا نمی‌کنیم. حالا اینا هی میخوان ما رو با ما دعوا کنن، ما کوتاه میایم که دعوا نکنیم. اگر شما هیچ راه حلی ندارید، میخواید بگید تو این کشور مردم باید زیر تحریم بمیرن، خب بگید آقا ما تا آخر هستیم. الان مردم نون شب ندارن بخورن، خیلی‌ها دارن با مشکلات و سختی دارن زندگی میکنن. یعنی میخواید بگید ما تا آخر باید تو تحریم بمونیم چون آمریکا فلان میکنه ما میستیم؟ خب بیستید، بگید برای زندگی مردم غیر از این مسائل چه راه حلی دارید. سردار سلیمانی عراق رو از دست این داعشی‌ها نجات داد، همه اینا پول ما رو بر نمیگردونن. همون چین الان نفت از ما میخره ارزون، پول میخوایم برگردونیم نمیده، بعد جنسای مخصوص خودش رو میفرسته و تازه با دلال ها معلوم نیست تو این وسط چقدر از این دلارا گم میشن. دولت شهید رئیسی دنبال این برجامه بود یا نبود یا یه راه دیگه؟ بله. خب پاراش میکرد اینا؟ نه برای چه؟ خب چیزی که این کاری که ما که ترامپ نیستیم. ببینید برجام اگر به اون قدری که شما فکر می‌کنید خوب بود، ترامپ به این راحتی خارج نمی‌شد. کشور تعهد داده، ما آمریکا نیستیم. شما از قرآن و نهج البلاغه در فرمایشاتون زیاد استفاده می‌کنید. ما در ذیل قوانین اسلامی حق نداریم توافقی رو که انجام دادیم به این سبکی که شما فرمودید بخوایم خارج بشیم، چون تعهد کشور هستش. فروش نفت در دولت آقای رئیسی بیشتر از دولت آقای بهشون اجازه دادن. اگه خیلی از این آدمایی که الان میگن آقازاده ها و نمیدونم از ما بهتران، برید ببینید چه زندگی بر خودشون درست. از کجا این زندگی رو درست کردن؟ از همین بخورا. عرض ما این بود شما از تجربه. مردم از ما چیزی نمیخوان، یه زندگی معمولی میخوان. ما یه زندگی رو بر اینا حرام کردیم. مشکل اینه که این برادرها توهم این دارن که ماها مثلا داریم نسخه اونا رو میدیم. من فقط اینو بگم، قدرت تو داخل کشورم، هر کی زور داره به اون یکی زور میگه. باید قدرتمند بشیم، وگرنه ضعیف باشیم لهمون میکنه. از نظر من موازنه یعنی برتری آقای دکتر. حالا بسم الله، این گوی میدان شما ما رو زور ما رو ببرید بالا، تو اونا بهمون زور نگن دیگه. آقای دکتر بفرمایید، هم جواب ایشونو بده هم جواب ایشونو بده. تحریم رو با عدد نمیشمرن، با عدد شمردن مغلطه است. گفتن 800 تا تحریم دوره آقای احمدی نژاد قبل از برجام تبدیل شد به 1500 تا، 2 تاش راجع به منه. یعنی من 2 تا تحریم آمریکایی دارم، اینا رو هم گفتن ظریف 1 ظریف 2، فلان شرکت هم هست. اما شما به من بفرمایید بانک ما رو کجا تحریم کردن؟ نفت ما رو کجا تحریم کردن؟ پتروشیمی ما رو کجا تحریم کردن؟ شما به قانون کاتسا اشاره فرمودید. قانون کاتسا هیچ تحریم جدیدی نداره، فقط این تحریما رو اومده هماهنگ کرده. چرا تحریم جدیدی نداره؟ به خاطر اینکه برجام اجازه نمیداد آمریکا تحریم جدیدی بیاره. تنها کشوری که از اسنپبک برجام استفاده کرده جمهوری اسلامیه و 5 سال داریم این کارو میکنیم. روزی که ما، همون دولت روحانی که انقدر شما دلخورین ازش، روزی که اون دولت روحانی تحویل به دولت جدید داشت، ما توانسته بودیم آمریکا رو 3 بار در شورای امنیت و مجمع عمومی شکست بدیم، اما توانسته بودیم آیار 4 ایران رو تبدیل به آیار 9 بکنیم. توانسته بودیم ظرفیت غنیسازی رو از 20 به 60 ببریم. شما فرمودید که بایدن می توانست در هفته اول انتخابش به برجام برگرده. بایدن قرار بود برگرده. یکی اسرائیل گفت من نمیگذارم برگرده و شهید فخریزاده رو شهید کرد. یکی هم متاسفانه قانون راهبردی مجلس مانع بازگشت به برجام شد. نگذارید که ما بگوییم در اون 6 ماه تلخ چه گذشت. در اون 6 ماه تلخ ما بارها می توانستیم برجام رو زنده کنیم و مردم 3 سال نباشه که از این فلاکت زجر بکشن. اما شما تعداد تحریم ها رو گفتید. اگر تعداد تحریم ها در 8 سال دولت آقای روحانی با بایدن با ترامپ شد 1500، در 3 سال دولت گذشته دولت شهید رئیسی از 1500 شد 2570. یعنی 8 سال 700 تحریم، 3 سال 1000 تحریم. اگر میخواید به مردم رو با عدد سرشون رو شیره بمالیم، درست بمالیم. یعنی درست باشه، مردم ببینند که در زمان تحریم چه شد. ببینید مردم تورمتون رو کجا بردند. ببینید مردم رشد اقتصادیتون رو کجا بردند. مردم ببینید فروش نفتتون رو کجا بردن. گفتن ما یاد دادیم که چجوری فروش بکنیم. نه خیر، وقتی آقای بایدن اومد سیاستش این شد که پیش و شل بکنه. اجازه بدید آقای ترامپ برگرده، اون وقت ببینیم که دوستان چه میکنن.